سلام تماشابینان عزیز انگلیشکده. امیدوارم که تنسیت و بردم و همیشه خوشحال هستید. در امروزه ویدیو ما برای شما 100 تا صفت سرکاربردی زبان انگلیسی رو میفهمانیم و این چنین در این ویدیو شما میتوانید زیاده از 150 جمله و 100 تا عباره را نیز آموزید. ویدیو رو تا آخر تماشا کنید و فکر و عقیده خود را در کامنتاری نویسید. بیایید رفتیم. صفت یکمین ما این other با معنای دیگر. مثال I can't find my other shoe. من پای افضال دیگری خود را یافته نمیتوانم. صفت دوم now. The hardest part of this job is understanding the new technology. قسمتی از همه دشوار این کار فهمیدن تکنولوژی نو است. سوم good با معنای نغز خوب. Do you know a good builder? شما یگان ساختمانچی نغز را میدانید؟ چهارم high بلند. The sun was already high in the sky. آفتاب الکی در آسمان بلند بود. صفت پنجم old با معنای یکم آید پیر، معنای دوم کهنه قدیم. I can't run around like I used to. I must be getting old. من مثل پیشتر دویده نمیتوانم، پیر شده ایستادم. جمله دوم Some of the houses around here are very old. یک چند خانه های گرد و اطراف خیلی کهنه هستند. صفت نوبتی great بزرگ. A great crowd had gathered. ازدحام بزرگ جمع شدند. Big کلان. She had a big grin on her face. در رویش تبسمی کلان هویدا بود. American امریکایی. Her mother is American. مادر او امریکایی هست. صفت نهم small خرد میده. The t-shirt was too small for him. فوتبالکه برای وی خیلی میده بود. Large کلان بزرگ. Los Angeles is the second largest city in the US. لس آنجلس دومین شهر کلانترین در ایالات متحده می باشد. صفت 11 national ملی. Britain has more than 10 national newspapers. بریتانیا زیاده از 10 تا روزنامه عمومی ملی دارد. young جوان. You are too young to get married. تو برای اویله دار شوی خیلی جوان هستی. different گوناگون. It can be done in different ways. این کار را با راه‌های گوناگون حل کردن ممکن است. black سیاه. When you fill in the form, please write clearly in black ink. هنگامی ورقه را پر کردن لطفاً با رنگ سیاه واضح نویسید. long دراز. Her hair was long and dark. او موی سری سیاهی دراز داشت. little خرد میده. I live in a small town. من در یک شهری خردکه زندگی میکنم. important مهم. The accident taught him an important lesson. صدمه و وی درسی مهم رو آموزاند. political سیاسی. Education is now a major political issue. امروزها تعلیمات یکی از مشکلی بزرگ سیاسی به حساب می رود. bad It's very difficult to break bad habits. ترک عادتهای بد خیلی مشکل است. صفت 20 white سفید. His hair was as white as snow. موی سری او مثل برف سفید بود. real اصلی حقیقی. Are those real flowers? آنها گلهای حقیقی هستند. best بهترین. What's the best way to cook this fish? راهی بهترین پختن این ماهی کدام است؟ right درست و معنای دیگری راست. Yes, that's the right answer. بله این جوابی درست است. He had a knife in his right hand. او در دست راستش کار داشت. social اجتماعی.
I had an active social life when I was at college. زمانی که در کالج بودم حیاتی فعالی اجتماعی داشتم. Only تنها فقط That was the only way out. این یگانه راه خلاصی از وضعیت بود. Public جمعیتی اجتماعی We have to ban smoking in public places. ما باید سیگار کشی را در جاهای جمعیتی منع کنیم. Sure به معنای یکم خاطر جمع مطمئن معنای دوم به شبهه حتما. He is sure of that. در این باره اطمینان دارد. He is sure to come. وی به شک می آید. Be sure of اطمینان داشتن. You can be sure of one thing. There will be a lot of laughs. شما می توانید به یک چیز اطمینان داشته باشید. خنده های زیاده خواهد شد. Be sure to فراموش نکن حتما بکن. Be sure to tell me all the news. گفتنی همه خبرها را به من فراموش نکن. Be sure to lock the door. حتما در را قفل کنید. Make sure باوری حاصل کردن مطمئن شدن. I had better go and make sure. بهترش رفته باوری حاصل میکردم. Low past come. He spoke in a low voice. وی با آوازی پست گپ میزد. Early بر وقت زود. He learned to read at an early age. او در سن خردسالی خواندن را یاد گرفت. Able توانا با استعداد. You are the ablest student in the class. شما در صنف دانشجویی از همه با استعداد هستید. Be able to do something توانستن. When I am not tired, I am able to work faster. اگر مانده نباشم تیزتر کار کرده میتوانم. Human انسان انسانی آدمی. The accident was the result of human error. صدمه در نتیجه اشتباه انسان به عمل آمد. صفت 32 local محلی. Most of the local population depend on fishing for their income. درآمد اکثر اهالی محلی از ماهیداری وابسته است. Late دیر. You are half an hour late. You are half an hour late. شما نیم ساعت دیر کردید. Sorry I am late. I overslept. ببخشید دیر کردم. در خواب ماندم. Hard به معنای سخت مستحکم و معنای دیگری مشکل دشوار. After months without rain, the ground was too hard to plow. پس از چند ماهی ببارانی زمین برای شودگار کردن سخت بود. It's hard to say which of them is lying. گفتن دشوار است که کدام از آنها دروغ میگوید. صفت 35 major کلان بزرگ اساسی. Smoking is one of the major causes of cancer. تمباکو کشی یکی از سبب‌های اساسی بیماری سرطان میباشد. Better بهتر. I am feeling much better. Thank you. من خودم را بهتر حس میکنم. تشکر. There must be a better way to do this. باید راهی حلی بهترین این کار وجود داشته باشد. Economic اقتصادی. The pace of economic growth is picking up. سرعت رشد اقتصادی تا رفت می افزاید. Strong با قوت توانا. He was a big strong man. او یک جوانی بزرگی با قوت بود. Possible شدنی امکان پذیر ممکن. Is it possible to get tickets for the game? آیا برای بازی بلیط گرفتن ممکن است؟ If possible, take light exercise first in the morning. اگر امکان پذیر باشد سحر اول مشق سبک کنید. صفت 40 whole تمام سراسر کل. We ate the whole cake in about 10 minutes. ما تقریبا در 10 دقیقه تمام تورت را خوردیم. I spent the whole day cleaning. من تمام روزم را به تازه‌کنی گذراندم. صفت 41 free معنای یکم آزاد رایگان و معنای سوم به بدونی و معنای چهارم خالی. You are free to choose. شما امکانیتی آزاد انتخاب کردن دارید. Admission is free for children under 9.
درآمد برای کودکانی تا 9 ساله آزاد است. Free of pain. به درد. Free of sorrow. از غم آزاد. This chair is free. این کرسی خالی است یا که آزاد است. Military. حربی نظامی. A military helicopter. چرخبالی نظامی. Military equipment. تجهیزاتی حربی. True. راست، درست، صحیح و معنای دوم حقیقی اصل. Is it true that you are leaving tomorrow? پگاه رفتن شما درست است. She managed to conceal her true feelings. او توانست احساسات حقیقی خود را پنهان کند. صفت 45 International. بین المللی. She was the boss of a large international company. او رهبر یک شرکت بزرگی بین المللی بود. The UN and other international organizations. سازمان ملل و دیگر تشکیلات‌های بین المللی. صفت 46 Full. پر، لبریز و معنی دوم سر. Life's full of surprises, isn't it? حیات پر از شگفتی هاست. همین طور نه؟ I'm full. من سر هستم. Special. مخصوص، خاص. Could I ask you a special favor? میتوانم از شما کمکی مخصوص پرسم؟ Easy. آسان. The test was easy. تست آسان بود. It isn't easy being a parent. پدر و مادر بودن آسان نیست. Clear. فهمو، واضح، روشن و معنای دوم تازه، زلال. The question wasn't very clear. سوال آنقدر واضح نبود. Clear water. آبی زلال. Recent. تازه، جدید، آخر، پسین. Is that a recent photo? این عکسی آخرین است. The situation has improved in recent years. وضعیت سالهای اخیر بهتر شده است. صفت 51 Certain. مطمئن، دلپر. I'm absolutely certain that I left the key in the kitchen. من کاملا مطمئن هستم که کلیدها رو در آشخانه گذاشتم. Personal. شخصی، فردی. The car is for personal use only. ماشین تنها برای استفاده شخصی پیش بینی شده است. I don't answer questions about my personal life. من به سوالهایی که درباره حیات شخصیم هستند جواب نمیدم. Personal belongings. چیزهای شخصی. Open. گشوده، باز. Leave the windows open. تریزه را گشوده مانید. Red. سرخ. She drives a red sports car. او ماشین سرخی ورزشی را میراند. Difficult. مشکل، دشوار، سخت. It's very difficult to find a job in this city. در این شهر کار پیدا کردن خیلی مشکل است. A difficult questions. سوالی دشوار. Available. دسترس. Tickets are available from the box office. بلیط ها رو از کاسه سیرک دسترس کردن ممکن است. Likely. احتمال، شاید. He is likely to win. او احتمال غلبه کند. Do remind me because I'm likely to forget. به من خاطر رسان کنید زیرا من احتمال فراموش کنم. Short. کوتاه. A short meeting. وخوری کوتاه. احمد had his hair cut short. احمد موی سرش را کوتاه کرد. صفت 59 Single. یک تا تنها و معنی دوم مجرد، ازدواج نکرده. He knocked his opponent down with a single blow. او با یک ضربه رقیبش را از پای افکند. Is he single? او مجرد است. Medical. طبی. Medical examinations. معاینه طبی. A medical student. دانشجوی ساحه طب. Current. معاصر، حاضره، کنونی. Who is the current editor of the Times? محرری حاضره مجله تایمز کیست؟ The current president. پرزیدنتی کنونی. Wrong. اشتباه، خطا. 3 of your answers were wrong. 3 جواب شما خطا بود. There is something wrong. چیزی رخ داده است. What's wrong? چی گپ؟ چی واقع شد؟ Private. خصوصی، محرمانه و معنی دوم محدود، پوشیده. She has a private jet.
او یک جتی خصوصی دارد. Don't read that. It's private. این رو نخوانید. این پوشیده است. Past گذشته پیش. He has been ill for the past few days. و در مدت چند روزی گذشته بیمار بود. Foreign خارجی بیرونی. A foreign language زبانی خارجی. Foreign policy سیاستی بیرونی. Can you speak any foreign languages? شما با یگان زبانی خارجی گپ زده می توانید. Fine خوب صاف و روشن هوا. It's a fine idea. این یک فکری خوب است. If it's fine tomorrow we'll go out. اگر پگاه هوا خوب شود با بیرون می رویم. صفتی 67 common عادی معمولی هر روزه. Such behavior is common to all young people. چنین رفتار برای همه جوانان یک چیزی معمولی است. The common people خلقی عادی. Poor بینوا کمبغل. My grandparents grew up very poor. بابای و بیبیم خیلی کم بضاعت به وایه رسیدند. Natural طبیعی. Floods and earthquakes are natural disasters. آبخیزی و زمین لرزه آفتهای طبیعی هستند. Significant مهم جدی. Please inform us if there are any significant changes in your plans. لطفاً اگر در نقشه های شما یگان تغییرات جدی وارد شود با ما خبر دهید. Similar مانند. فیروز is very similar in appearance to his brother. فیروز ظاهراً به برادرش خیلی مانند است. صفتی 72 hot جوش تفسان زودخشم بدجل تند تیز. It's so hot in here. Can I open the window? اینجا خیلی گرم است. میتوانم تریزه را گشایم؟ Hot water آب جوش. I'm hot من گرم شدم. He has a hot temper. وی تندمیجاز است. Hot pepper قلمفوری تند یا کی تیز. Dead مرده و معنی دوم کرخت. We didn't know if she was dead or alive. ما نمیدونستیم که او مرده است یا زنده. My fingers are dead. انگشتانم کرخ شدند. Central مرکزی اساسی اصلی. He lives in central دوشنبه. او در مرکز دوشنبه زندگی میکند. Education has become a central issue in public debate. تحصیلات یک مسئله اساسی بحث‌های جمعیتی شده است. صفتی 75 happy شاد خوشحال. I will be so happy to see you. از دیدن شما خیلی شاد میشوم. Serious جدی بشوخی و معنی دوم مهم. Is she serious about giving up her job? آیا او درباره دست کشیدن از کار خود جدی است؟ This is a very serious matter. این یک مسئله خیلی مهم است. Are you serious? جدا میگه. Ready آماده تیار. Come on, aren't you ready yet? بیا تو هنوز آماده نیستی. Simple عادی ساده آسان. Simple but delicious food. خوراک عادی اما با مزه. Modern cameras are very simple to use. استفاده کامرهای حاضره خیلی آسان است. صفتی 79 left چپ. She held out her left hand. وی دست چپش را دراز کرد. In England they drive on the left. در انگلیا نقلیات از طرف چپ راه حرکت میکنند. Physical جسمی. Physical disability ناتوانی جسمی. He was obsessed with physical fitness. او به تربیت جسمانی سخت میل داشت. صفتی 81 general عمومی معمولی. General elections انتخابات عمومی. A general rule قاعده معمولی. Environmental اکولوژی محیطی. Environmental issues مسئله های اکولوژی. Financial مالی مالیوی. He is in financial difficulties. او مشکلاتی مالیوی دارد. Blue کبود. Blue sky آسمانی کبود. Democratic دموکراتی. تاجیکستان is a democratic republic. تاجیکستان جمهوری دموکراتی است. Dark تاریک تیره. It's getting dark.
تاریک می شود. Various هر خیل گوناگون. The jacket is available in various colors. کورتکا با رنگ‌های گوناگون دسترس است. Entire تمام پره. Have you drunk the entire bottle? آیا شما تمام شیشه را نوشیده؟ صفت 89 Close صمیمی نزدیک معنی دوم پوشیده بسته. A close friend دوستی نزدیک. She closed the curtains. وی پرده ها رو پوشید. Legal قانونی حقوقی. Legal documents سندی حقوقی. Religious دینی مذهبی. A religious school مکتبی دینی. Cold خنک سرد. He was cold without his coat. او به نیم تنه خنک خورده بود. Final آخرین قطعی. The final episode will be shown tonight. سریای آخرین امشب نمایش داده می شود. A final decision قراری قطعی. Main مهم اساسی. I'll meet you outside the main entrance. من با شما در نزدیک درآمدگاه اساسی وا میخورم. Green سبز. Beautiful green eyes چشمانی زیبای سبز. Nice خوب. They have got a very nice house. آنها خانه خیلی خوبی دارند. A nice boy بچه خوب. صفت 97 Huge بسیار کلان عظیم. Your room's huge compared to mine. حجره شما در مقایسه با من خیلی بزرگ است. 98 Popular مشهور معروف و معنی دوم خلقی ملی. Coffee is probably the most popular drink in the world. قهوه شاید مشهورترین نوشاکی روی عالم است. A popular movement for democracy حرکت خلقی برای دموکراتیا. Traditional عنعنوی سنتی. Traditional Italian cooking پختوپزی عنعنوی ایتالیایی. صفت آخران این صدم Cultural فرهنگی. People must accept each other's cultural differences. آدمان باید فرقیت‌های فرهنگی یکدیگر را قبول کنند. اینک تماشابینان عزیز ویدیو ما اینجا با پایان میرسد. شما الکی 100 صفتی به حل سرکابدو رو آموختید. شاید شما بعضی آنها رو میدونستید و بعضی آنها برای شما نبودند. صفات رو خوب آموزید و در صحبت‌های روزانه خود استفاده برید. و اینچنین اگر خواهید که با زبان انگلیسی هر چیز زودتر تیز گپ زدن را یاد گیرید، در این ویدیو ما برای شما متدهای تیز گپ زدنی را آماده کردیم. مرحمت تماشا کنید و ویدیو رو دستگیری کرده لایک بذارید و در کامنتاری فکر و عقیده خود را نویسید. باقی سلامت باشید.